فرمودین و در کنار ما هستید. آقای دکتر، موضوع امروز برنامه‌مون زخم معده هستش و با توجه به اینکه شما متخصص بیماری‌های داخلی هستید، یه توضیحاتی درباره این به ما بدین که اصلا زخم معده یعنی چی؟ تعریف زخم معده چیه؟ بله. در واقع هر عاملی که باعث بشه اون یک پارچگی بافت معده و روده و دوازده به هم بخوره باعث ایجاد زخم میشه. معده و روده حالا جای مختلف از هم میتونه مری باشه، هم دوازده باشه، هم معده و هم روده. حالا امروز بحثمون بیشتر راجع به زخم‌های در واقع معده و دوازده هست. بله. توی بخش بیماری‌های گوارشی بیماری‌های روده هم داریم، بیماری‌های معده هم داریم و حالا با توجه به مباحث مختلف چند عنوان دیگر رو هم میتونیم داشته باشیم. بیماری زخم معده دقیقاً به چی میگن؟ یعنی از چه زمانی میتونیم بگیم که این بیماری مختص معده هست و مشکل از معده ماست؟ بله. در واقع جدا کردن قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش در ابتدای هم گاهی به سخت به نظر میاد، ولی یه سری علامت‌ها داره بیماری زخم معده که مثل احساس درد ناحیه قسمت بالای شکم، زیر قفسه صدری، احساس پری، سیری زودرس، دردی که به ناحیه پشت گاهی تیر میکشه. این علامت‌هایی هستن که دال بر وجود یه ضایعه‌ای در داخل معده هست. آیا تمام کسایی که در واقع با سوء هاضمه مراجعه میکنن زخم معده دارن؟ قطعا نه. حدود 90% کسایی که در واقع با این علامت ها مراجعه میکنن زخم معده ندارن و درصد زیادی از افرادی هم که زخم معده دارن به طور تیپیک این علامت ها رو ندارن. ولی با شک به در واقع وجود چنین ضایعه‌ای در نهایت باید اندوسکوپی انجام بشه و زخم در داخل دید اندوسکوپی کاملا محرز و قابل دید هست. آقای دکتر، علائمش رو فرمودید، یکی این هست که درد میزنه به پشت یا زیر قفسه سینه میتونه درد داشته باشه یا احساس پری معده داشته باشیم یا سیری داشته باشیم. علائم دیگه هم داره؟ منظورم بیشتر از جهت درد هستش، چون بعضی وقتا پیش میاد برامون که یه موقع یه غذای سنگینی خوردیم و ایجاد معده درد میکنه، یا مثلا یه دارویی خوردیم، یه قرصی خوردیم که باعث شده معده ما درد بگیره، یا نمیدونم یه اصلا غذایی خوردیم که شاید حساس بودیم به اون غذا و باعث ایجاد معده درد شده. میشه اینو بیشتر توضیح بدید که اون دردها دقیقاً باید چی باشه که بتونیم بگیم که مختص معده هست؟ ابتداً باید درد معده رو از دردهای مهمی مثل بیماری قلبی افتراق بدیم. درد معده خب بیماری کشنده‌ای نیست، در نهایت با درمان بهبود پیدا میکنه، ولی بیماری قلبی خب گاهی منجر به ضایعات جبران ناپذیر میشه. ابتداً باید پزشک تشخیص بده که این دردی که در بیمار وجود داره درد قلبی هست یا قلبی نیست. اون بررسی لازمه خودش رو انجام میشه، مثل نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و گاهی آنزیم ها رو چک میکنن. وقتی که مطمئن شدیم که دیگه این درد قلبی نیست، مختص به دستگاه گوارش هست، اون موقع بررسی خود در واقع درد معده شروع میشه. حتی این دردها در همه افراد دیده نمیشه، ولی به طور کلی این علامت هایی که خدمتتون عرض کردم در افراد دیده میشه. اگه دردی یه ذره طول کشیده تر باشه، زخم بزرگتر باشه، ممکنه تهوع استفراغ هم به علامت های اضافه بشه. ممکن هستش که توی حالا استفراغی که دارن خون هم مشاهده باشه افرادی که زخم معده دارن؟ بله. زخم معده چون عوارضی داره دیگه. کسی که دچار زخم معده طولانی میشه یا مزمن میشه ممکنه در درجه اول با خونریزی مراجعه کنه. زخم وقتی طول میکشه خروجی معده رو میبنده، فرد دچار استفراغ‌های مکرر میشه. اگه بازم طولانی تر بشه یه اتصالاتی بین معده با قسمت‌های دیگه گوارش با قسمت‌های دیگه بدن برقرار میکنه که بهش میگن فیستول، یه ضایعه‌ای که از اونجا در واقع اسید معده وارد قسمت‌های دیگه میشه، باعث ایجاد عوارض خاص خودش رو میشه. درسته. متشکرم. آقای دکتر، فرمودین که یه سری از دردهایی که موجود هست و ممکن هستش که بعضی وقتا بیمار علائمی نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی علائم خفته هست و ممکنه دچار زخم معده شده باشه و تا حالا مثلا دردی نداشته باشه، متوجه اون دردها نشده باشه، یا مثلا با خودش گفته باشه خب عادیه،
خیلی اذیت کننده نیست و خیلی هم دردناک نبوده که بخواد مراجعه کنه به پزشک. میگفتن که حدود درصد زیادی از کسایی که زخم معده دارن ممکنه هیچ علامتی نداشته باشن. ما باید چجوری متوجه میشیم که این فرد دچار زخم معده شه؟ با عوارضش مراجعه میکنه، مثل خونریزی، مثل عرض شود که اون اتصالاتی که بین دستگاه گوارش با قسمت‌های دیگه برقرار میکنه در بررسی‌های بعدی. حالا سونوگرافی انجام میشه، بعد می‌بینیم این فیستولا ایجاد شدن. ولی کسایی که با این عوارض وقتی مراجعه کنن قطعا تحت بررسی قرار میگیرن و ما میتونیم شناسایی بکنیم افراد رو. یه افتراقی هم باید بین اتفاق خیلی کوچیکی هست بین در واقع علایم زخم معده با 12. معمولا زخم‌های معده اون سوء هاضمه‌ای که ایجاد میکنه با خوردن غذا بدتر میشه، ولی زخم 12 انگار با خوردن غذا یه ذره بهتر میشه، ریزش اسید از داخل معده به 12 کمتر میشه. بعد اینکه غذا میل میکنه اون درد بهتر میشه. زمانش هم خیلی مهمه. زمان ابتلای به بیماری منظورتونه؟ نه، زمان درد. اگه درسته. کسی بیشتر زخم معده داشته باشه 2 ساعت بعد غذا خوردن دردش شروع میشه، ولی کسی که مثلا 12 داشته باشه چند ساعت بعد درد شروع میشه. این درد با غذا خوردن بهتر میشه. کسی که زخم حسناء داره چندی ساعت بعد از میل غذا شروع میشه دردش. حالا اگه یه چیزی بخوره اون اسید معده رو کم کنه اون درد بهتر میشه. این همیشگی نیست، ولی یکی از در واقع فاکتورهای مشخص کننده افتراق درد در واقع درد ناشی از زخم معده و زخم 12 هست. بعضی ها بین عموم شایع هست که میگن مثلا معدتون درد میکنه نذارید زیاد معدتون خالی بمونه. بله، اون بیشتر مال کسایی که در واقع اثنا عشر هست. وقتی که مثلا معده خالی اونه که میمونه میگید وقتی چیزی میخورن باعث میشه دردشون کاهش پیدا میکنه، اون درد در واقع بیشتر میشه. ولی خب وقتی که معده درد هست با غذا خوردن به تبع درد بیشتر میشه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات شما. اگر موافق باشید بخشی رو با هم دیگه ببینیم، مجددا در کنار شما باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.